السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم که خوب و آرام و آسوده هستین در این روزهای عید. امروز سیوم عید الحمدلله ما بسم الله گفته کار آغاز کردیم. الحمدلله این برادرها اومدگن کار آغاز کردیم. دکان زیارتشاه برای همه اون مهمانان طول 3-4 ماه میشود که تحفه ها میتیه. هر اون نفر که قدم مبارکش در اینجا میگذاره البته که به تحفه نمیروه. حتما 4-5 نمود تحفه آوردگیم حال به شما نشان میتیم. اولین تحفه‌ای که برای شما میتیم انتخاب شماست. اینم خیلی الحمدلله جای نمازها هستن، مقام ابراهیم و جای نمازهای ترکی به نهایت خوب، یگان 4-5 نمود رنگش هستن. و دوم تحفه اینا ترایبل 2 نمود، یکتش این خیلی میشوه، یکتش درکون میشوه. اینا الحمدلله. سومش الحمدلله اینا ناوشنیک میشوه، ناوشنیکایی که خیلی که همگاه استفاده میبرن. چهارمش این چونین اینا ناوشنیک و هم چی پاور بانک. اینا می 4-5 نمود تحفه. هر اون نفری که میخواهد دل خواه تحفهش الحمدلله بعد حجامه کردن میتیبشه میگیرن میرود در حق ما یاد دعا میکنن. چخیلی که گفتیم هر اون نفری که دکان ما میبیاد 4-5 ماه که الحمدلله به نوا نمیروه. قدم مبارک سر گذاشت حجامه کرد الحمدلله همین 4-5 تا یک تاشا میگیره میروه. اگر که نکرد بو که نداره یک تا تصویر الکترونیک در حقش هست. با هم خاطر فقط دعاگو باشین، نوارا به دیگران روانه بکنین تا دیگرها هم آگاه باشن بیان از این تحفه ها به نصیب نشوند. هر کجایی که باشین ما دعا میکنیم پیش ما تنصیحت و خانواده باشین و در حق دیگری دعاگو باشین در این روزهای مبارک. خدا دعا میکنیم که تا رمضان دیگه، تا عید رمضان دیگه همه ما و شما را الله متعال برسونه برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدین بار دیگر بیاین ان شاء الله انتظار هستیم. بارک الله. السلام علیکم. Brothers and sisters of the world and all humanity, there is a lady that we adore, the mother of believers, the special one. Oh, Aisha, Aisha radiyallahu anha, Aisha, Aisha radiyallahu anha.